اوچا وقتی که زنی من مرد مصلحت چی بود؟ باید من یک زنی بفرزند را میگرفتم که فرزندای من را مادری میکرد. اوچا این زنک از سحر تا بگاه از قفای سگرای خودش را بوره فرزندای من را که نگاه میکنه. ها بچه‌مه و همین روی خاطری همه بچه شو کده و این بابا کجا میبره گذاشته بچه؟ اوچا برای من چی فرق داره؟ خانه اکش میبره خانه اپش میبره همین سگره را همین خانه گم کنه نباشه همین اوچاش را خانه دفع میکنه. شب‌های درازه شب خواب است تومه اوی صورتی دلا چگیرم در دستومه اوی شب‌های درازه شب خواب است تومه اوی صورتی دلا چگیرم در دستومه اوی من گم میزنم با صورتی به جان تو اوی چای جان با گردنکی پس میره وای من گم میزنم با صورتی به جای تو وای
صندوقی دل و کوزه زرد شده آی چند سال می شود خانم لبی آب شده آی صندوقی دل و کوزه زرد شده آی کوچه دل سوزه بگیرد زنگو آی مغزم با درونی استخوان شده آی کوچه دل سوزه بگیرد زنگو آی مغزم با درونی استخوان شده اوچه جان کاش این لحظه ها در برم می شدی که همه حوث و آرزوهایت جامعه عمل می پوشی اوچه اوچه وقتی که زن من مرد مصلحت چی بود؟ باید من یک زنی به فرزند را میگرفتم که فرزندای من را مادری میکرد اوچه این زنک از سحر تا بگاه از قفای سگره خودش را بوره فرزندای من را که نگاه میکنه ها بچه و همین بروی خاطری همه بچه شو کده
شب‌های درازه چه به خواب است می اوی صورتی ترا چه گیرم در دست می اوی شب‌های درازه چه به خواب است می اوی صورتی ترا چه گیرم در دست می اوی من گپ میزنم با صورتی به جان تو اوی چه جان با گردنکی پست می اوی من گپ میزنم و این بابا کجا میبره گذاشته بچه؟ اوچه برای من چی فرق داره؟ خونه اکش میبره، خونه اپش میبره. همین صغیره را همین خانه گم کنم، نباشه همین اوچهش را خانه دفن میکنم.